سلام و درود فراوان بر مؤمنان وصال حق. زندگی بر دو نیمه است. نیمه اول در آرزوی نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول. قلبم را با کارد بران محبت می شکافم و قطره از خون خود را درون قایق کوچکی کرده و برایت به عنوان سلام می فرستم آقای انصاری. امیدوارم که این سلام گرم و مخلصانه این حقیر را از جزوه‌های قلبت پذیرا بوده باشی. گل را به خاطر زیباییش و بهار را به خاطر بویش و تو را به خاطر عشق پاکی که نسبت به دین اسلام داری دوست دارم. سلام به زلالی‌های هواهای عشق اشکی که در فراق یار از دیدگاه رنجوری با آه و ناله فرو می‌ریزد. سلام بر آن چهره زیبایت که لحظه به لحظه موجب دلبستگی می‌شود. سلام که آن مایه سلامتی شما و لی آن مایه لیاقت و لطف شما و می آن مایه مهر و محبت شما می باشد. از دور دست گلی برایت می فرستم. نامش سلام، بویش سلامتی و پیغامش دوری از وجود مبارکتان می باشد. آقای انصاری، امیدوارم که حالت خوب باشد و هیچگاه گرد و غبار غم بر چهره زیبایت ننشسته و کشتی آرزوهایت در ساحل خوشبختی لنگر نه اندازه و آسمان قشنگ قلب خالی از هر گونه ستاره غم و اندوهی باشد و لبت آشیانه زده و دلت پر از صفا و محبت و صمیمیت باشد. فقط غم و دوری از توست که ما را به شدت آزار و اذیت می کند. آقای انصاری، ای کاش قدری اشکی بودم تا از سرچشمه نرگس چشمایت به سوی رخسار گونه های در جهت غنچه لبانت سرازیر می شدم و ای کاش قدره شب نمی بودم تا در دم صبحگاهان بر تار موهایت بوسه می زدم و ای کاش یک خطاط بودم تا با خطی بزرگ این جمله را می نوشتم: در قلب منی. در جوانی تا توانی بگریز از یار بد. یار بد بدتر بود از مار بد. مار تنها به جانت می زند. یار بد بدتر بر جان و مالت می زند. من از برنامه خوب شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. من خورشید هستم از ایران. با سپاس و تشکر فراوان. تشکر شما برادر عزیز. تشکر از این پیام محبت آمیز شما. الله سبحانه و تعالی حفظتون کنه.